سلام علیکم دوستان، امید که جور صحتمند باشید. هر چیزی مشابه خودش را جذب می کند. جان آسارف. ساده ترین راهی که من بتوانم قانون کشش را برای شما توضیح دهم این است که اگر من آهنربای باشم به طور یقین آهنربای دیگری را جذب می کنم. یادتان باشد که شما قوی ترین آهنربای جهان هستید و درون شما نیروی مغناطیسی قوی وجود دارد که پرقدرت ترین نیروی مغناطیسی جهان است و این قدرت بی پایان مغناطیسی از طریق افکارتان انتشار می یابد و هر چی را که با آن فکر کنید با قدرت بسیار جذب می کنید. باب دیول، نویسنده و متخصص قانون کشش. به طور ساده باید بیان کنم که منظور از قانون کشش این است که هر چیزی مشابه خودش را جذب می کند و ما در واقع همان هستیم که در افکارمان حال با توجه به قانون کشش که بیان کردم شما که در واقع همان هستیم که در افکارمان می پرانیم. حال با توجه به قانون کشش که بیان کردم شما هر فکری را که در سر دارید آن فکر در حال جذب به طرف شماست. بگذارید برایتان مثال بزنم که شما ممکن است در زندگیتان تجربه کرده باشید. آیا تا به حال به چیزی که شما را ناراحت می کنند و یا برای شما ناخوشایند هستند فکر کرده اید؟ جالب است بدانید که هرچی بیشتر به این مسائل فکر کنید آنها بیشتر و بیشتر به سراغ شما می آیند و شما آن وضعیت و موقعیت نامطلوب را جذب کرده و در لحاظ کوتاهی افکار ناخوشایند را به طرف خود کشیده و وضع را بدتر کرده اید. هرچی بیشتر در مورد آن فکر کنید ناراحت و ناراحتتر می شوید. اجازه دهید مثال دیگری را برای شما بیان کنم. گاهی شما تجربه کرده اید که اگر به یک آهنگ گوش کرده باشید پس از مدت متوجه می شوید که نمی توانید زمزمه های آن آهنگ را از سرتان بیرون کنید و هرچی بیشتر به آن آهنگ گوش کنید بیشتر در ذهنتان تکرار و نواخته می شود به طوری که احساس می کنید نمی توانید صدای آن را از ذهنتان بیرون کنید. در حقیقت حواس شما به طور کامل به آن متمرکز بوده و قدرت زیاد افکار مشابه با آن را به سوی خود جذب کرده اید و قانون کشش هم وارد عمل شده و افکار بیشتر را به ذهن شما آورده است. جان آسارف. تنها کاری که ما با عنوان یک انسان باید انجام دهیم این است که افکارمان را بر آنچه که می‌خواهیم متمرکز کنیم و آنها را به وضوح ببینیم و در فکرمان هم آن را مجسم کنیم. با انجام این کار یک از بزرگترین قوانین هستی را به نفع خود برای به دست آوردن آنچه که می‌خواهیم به مرحله عمل در می‌آوریم. شما با این کار چیزی را که می‌خواهید در افکارتان غالب می‌کنید و آن را به سوی خود می‌کشید. زندگی امروز شما دقیقاً همان انعکاس افکار گذشته شما است. این زندگی امروز شما دقیقاً همان انعکاس افکار گذشته شما است. این شامل تمام موارد خوب و بد زندگی فعلی شما می باشد و همه چیز را
در بر میگیرد و از آنچه که هر آنچه در افکارتان داشته باشید در دنیای بیرون تجربه میکنید. اگر به زندگیتان دقیقاً نظر بیاندازید، فکر غالب خود را در همه ابعاد آن با وضوح میبینید. البته تا به حال، چرا که حالا راز را می آموزید که با وسیله آن می توانید همه چیز را با میل خود تغییر دهید. با پرکتور، هر آنچه را که الان در افکارتان تصور می کنید به زودی در دستانتان لمس خواهید کرد. اگر شما بتوانید آنچه را که خواهید انجام دهید و یا بشوید در ذهن خود غالب کنید، مطمئناً آن را به زندگی خود وارد خواهید کرد. مایک دولی، نویسنده و سخنران بین المللی. این اصل را می توان در یک جمله به طور خلاصه بیان کرد: افکار به اجسام تبدیل می شوند. افکار به اجسام تبدیل می شوند. از طریق این قانون قدرتمند افکار شما در زندگی عینیت می یابند. این جمله را بارها و بارها در ذهن خود تکرار کنید تا در ضمیر ناخودآگاه با طور کامل نقش ببندد و به افکارتان رسوخ کند. افکار به اجسام تبدیل می شود. جان اسارف: چیزی که بیشتر مردم نمی دانند این است که هر فکر یک موج و یا فرکانس دارد که ما امروز می توانیم آن را اندازه بگیریم. بنابراین وقتی مرتبه و متناوباً فکر را در ذهن خود داشته و آن را در ذهن بپرورانید، مثلا داشتن یک اتومبیل نو، داشتن یک موتر نو، پول که نیاز دارید، تأسیس یک شرکت، پیدا کردن همسر دلخواه و یا هر چیزی، ذهنتان را که به آن معطوف کنید و آن را مجسم کنید، در حقیقت یک فرکانس از خود منتشر کرده اید که اثرش را به زودی آشکار می کند. دکتر جو ویتل: افکار شما علائم مغناطیسی به بیرون میفرستند که موجب کشیدن علائم مشابه به طرف شما می شوند. افکار غالب در ذهن شما یک آهنگرباست که هر چیز مشابه را به طرف خود می کشد و در نتیجه طرز فکر شما باعث می شود که چیز مشابه به طرف شما جذب شوند. یادتان باشد که افکار شما از نوع مغناطیسی می باشد و دارای موج هستند. پس وقت شما به چیزی فکر می کنید در حال فرستادن افکارتان به کائنات هستید و این افکار مغناطیسی چیزی که دارای فرکانس و یا امواج مشابه هستند جذب کرده و دوباره به منبع مبدایی که آن را فرستاده است برمیگرداند. این منبع خود شمایید. این منبع خود شما هستید. مسئله را این گونه در نظر بگیریم که ما همگی می دانیم که ایستگاه‌های تلویزیونی امواج دارند که آنها را به دکل‌های مخابراتی انتقال می دهد.
این امواج به صورت تصویر در آمده و روی تلویزیون های شما ظاهر می شوند. بیشتر ما از چگونگی طرز کار آن اطلاع نداریم، اما می دانیم که هر کانال فرکانسی مخصوصاً به خود دارد. وقتی که ما تلویزیونمان را بر روی آن فرکانس تنظیم کنیم، آن تصویر را دریافت کرده و اگر بخواهیم کانال دیگری را ببینیم، باید فرکانس دیگری را انتخاب کنیم تا گیرنده ما قادر به بخش آن کانال باشد. شما دکل مخابراتی انسانی هستید و از همه دکل‌های مخابراتی موجود در روی زمین تواناترید. فرکانس ارسال شما زندگی شما را می سازد و فرکانس هایی که شما می فرستید به همه جا ارسال می شوند. در شهرها و کشورها می گذرد و در کل دنیا پخش می شوند. شما این فرکانس ها را از طریق افکارتان به سراسر جهان ارسال می کنید. ارتعاش قدرت ذهنی با نفوذترین و قدرتمندترین نیروی جهان هستند. چارلز هایل. با پرکتور: خودتان را در ثروت و فراوانی مطلق تصور کنید و آن را با نیروی افکارتان جذب کنید. این نکته برای همه و همیشه کار می کند. چنانچه خود را در ثروت و فراوانی تصور کنید، در حقیقت آگاهانه زندگیتان را از طریق قانون کشش رقم زده اید. درست به همین آسانی است. که برای شما توضیح دادم، اما سوال این است: پس چرا همه زندگی رویایشان را ندارند؟ تشکر دوستای عزیز. چینل ما را سابسکرایب کنید و ما را حمایت کنید.